салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдиматон мешавад. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам ва нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 27 январ таваҷҷӯҳ кунед. дарҳои бастаи бозори Султони Кабир баъди сӯхтор даҳо тоҷирони зарардида ба дарёфти кӯмак умедворанд. киҳо ҳаққи гирифтани иҷозати иқомати муваққатӣ дар Русияро доранд? ҳукумати Русия қоидаҳои мушаххасро нашр кард. ин ҳам мисли лотарея аст. агар бахтатон омад бурд мекунед, агар не пас бояд моҳи дигарро интизор шуда дубора ҳуҷҷатро бурда супоред. ва рокирои Хуҷанд душанбе боло рафтааст аз барфи зиёд ё нархгузории вазорати нақлиёт. сӯхтори ду рӯзи пеш дар бозори Султони Кабири Душанбе даҳо тоҷири онро муваққатан бекор гузошт. барои барқарор кардани дуконҳои ба коми оташ рафта вақт лозим аст. тоҷирони зиёндида ки аксарият барои ҳолатҳои фавқулода мисли сӯхтор суғурта надоранд, интизоранд ки масъулини бозор дасти кӯмак мерасонанд. масъулон ба Муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло гуфтанд зарардидаҳоро ноумед намекунанд. بازار سلطانی کبیر بعد از 2 روز آتش گرفتن هنوز هم بسته است. آنچه را که از آتشمان میبرارند و بازار را پاک میکنند، معلوم نیست که کی بازار و تاجران به کار معمولی برمیگردند. مسئولین بازار گفتند مغازه های سوخته را تعمیر میکنند و در اختیار صاحبکاران میگذارند. معمولاتی بزرگ تصمیم گرفته است که جای کاری بودن اونها رو برقرار نموده تا همون مدتی که اونو مثلا ضرری بودگیشون وای میشد، روی پوش کرده میشد، اونها رو دستگیری میکنن. چگونه دستگیری؟ مقصد اون خروجی که از طرف بزرگ میشه از اونها رو آزاد میکنن. ولی سوال اساسی که جوابی مشخص ندارد جبران ضرر تاجران است. مشخص نیست که نزدیک 1 میلیون سامانی را کی میپردازد. خود تاجران با گفته مسئولین بازار سلطانی کبیر در آتش سوزی صبح 25 ینور 46 دکان سوخته و خراب شده است. وزارت کارهای داخلی گفت بازار و دکانداران تقریبا 800,000 سامانی زیان دیدند. دیگران میگویند خسارات بزرگتر است. فرضیه پیشکی مقامات این است که سوختار در نتیجه رسش ناقل‌های برق سر زده است. تحقیق ادامه دارد و باید معلوم کنند که قاعده‌های امنیتی کجا رعایت نشدند و محض از کجای بازار آتش علنگه گرفته است. سلطان کبیر یک از بازارهای اصلی فروش محصولات ساختمان و دیگر محصولات غیر خوراکی در تاجیکستان است. سال 2000 بنیاد شده است و در آن 1700 صاحبکار کار میکنند. سال 2018 هم آتش گرفت و در نتیجه 21 مغازه و دکان به کام آتش رفت. رو می‌رویم با موضوعهای دیگر. صبح امروز گروهی از مشتریان توجپرومبانک به نزد بانک ملی و سپس به نزد پارلمان تاجیکستان رفته درباره تقدیر امانت‌هایشان توضیح خواستند. مشتریان میگویند ناروشنی در مسئله برگردانیدن مبلغ‌هایشان از این بانک مفلس شده آنها را نگران کرده است. علیشیر ظریفی با این میزاجان صحبت داشت. گروهی از مشتریان توجپرومبانک بعد از آنکه راهبران بانک ملی آنها را قبول نکردند نزد پارلمان جمع آمدند. آنها از مقامات طلب دارند که تقدیر بازگردانی امانت‌هایشان را شرح دهند. ما بیاک امید کلان قطعی من 5 چهارشنبه که فقط میآییم در نزد قبول که همین ما را قبول کنه، به درد دل ما برسه، درد دل ما را پرسان کنه. یگان بار نزد ما نبرآمده است. این نمیخواه برآمدن، این ما را گوش کردن هم نمیخواه، ما را دیدن هم نمیخواه. من نمیفهمم. این گروهی 7 نفره میگویند یک وکیل پارلمان آنها را قبول کرده مشورت داده است که به طور خطی مراجعت نمایند. این مشتریان بانک مفلس شده تاکید میکنند با گذشت سالها کسی به دادشان نمیرسد. گپ زنید جناب گجرا نگاه میکنه. در وقتش گفت که در بانک ها سوم ماندیم و 4 سال شد. من даже سغورتا من نگرفتم. 2017 2 سال 2017 18 19 23 سال شد سغورتا من نمیتونم 17,500 سومون. مشتریان بانک تاکید نمودند که ماه مارت امسال مهلت بازگردانی امانت‌هایشان به پایان میرسد و کشالکاری در فروش اموال بانک آنها را بیشتر نگران کرده است. همه کارا بگم که سیکرت مخفی میگذشت.
حاضر کم کم سیرشان برآمده است که چیزایی که 1,700,000 او را 400,000 فروختن، چیزایی که 20,000 40,000 او را 7,000 فروخته هستند. فقط برای کیسه خچان کار کردن. تشویش این گروه ساکنان از بازپس گرفتن پسندازهای خود در حال است که دادگاه جمشید زیایف رئیس سابق تاجپوران را به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. مسئولان بانک ملی در تماسهای ما در رابطه با شکایت مشتریان پاسخ ندادند. یک ماه پیش فیروز شریفوف مسئول تقسیم اموال و دارایی‌های تاجپوران بانک گفته بود که بیش از 30 میلیون سومانی اموال مردم در بانک مانده است و باید برگردانیده شود. در پی به میان آمدن مشکل مالی در تاجپوران بانک اولی سال 2017 بانک ملی پروانه آن را بازخوان کرد. حالا صدها مشتری منتظر بازپس گرفتن پسندازهای خودند. در دادگاه نویای رودکی به محاکمه محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و پسرش حبیبالله ریزویف آغاز کردند. اودینایف به افبوشی و دعوت عام به افراطگرایی گمانبر است، اما به قول نزدیکانش در مرافعه عیبنامه را بی‌اساس دانسته است. پسرش حبیبالله ریزویف به افبوشی متهم بوده با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی است. یک نماینده دادگاه نویای رودکی به رادیو آزادی گفت مرافعه 2 روز پیش شروع شده حالا ادامه دارد. محمود اودینایف را روز 5 دکبر سال گذشته در دوشنبه دستگیر کردند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روسیه شماره کواتا برای دریافت اجازه اقامت موقتی و یا RVP را برای امسال 50% کم کرده است. این هم در حالی است که صدها زادگان تاجیکستان سعی میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست آورند. تحلیلگران و رهبران جمعیت‌های تاجیکان در روسیه میگویند سالهای اخیر گرفتن این سند در روسیه با فساد و رشوه‌خواری آلوده شده بود. طبق قرار نوی حکومت که ها حق گرفتن RVP را دارند در گزارشی نوبتی میبینه. بهزاد 5 سال باز تلاش دارد اجازه موقتی زیست در روسیه یا RVP را بگیرد، ولی تمام تلاشش به نتیجه انجام یافته است. او در یک سال تا 3-4 مراتب برای گرفتن این سند درخواست میدهد. خوشبختانه به گفته بهزاد ترتیب سپردن درخواست مشکل نیست و وقت زیاد نمیگیرد، اما میگوید هیچ نفهمید که کواتا یا اجازه نامه موقتی طبق کدام ترتیب داده می شود. این هم مثل لاتاری است. اگر بختتان آمد برد میکنید، اگر نه پس باید ماهی دیگر را انتظار شده دوباره حجت را برده سپارید. سر از 14 ینور قرار نوی حکومت درباره تصدیق کواتا و قاعده های تقدیم اجازه اقامت موقتی برای خارجیان عملی می شود. تا این وقت کواتا از جانب کمیسیون مخصوص داده می شد. حالا برای منصبداران قاعده مشخص معین شد که طبق آن باید به خارجیان اجازه موقتی زیست داده شود. طبق قرار نو کمیسیون باید ضمن پیشنهاد اجازه اقامت چند معیار را به نظر گیرد. آیا او در قلمرو روسیه بیشتر از 3 سال یا نه کمتر از 6 ماه کار کرده است؟ آیا وی در یگان مؤسسه تعلیمی دولتی تحصیلات عالی کسبی روزانه یا غایبانه حداقل 1 سال تحصیل کرده است؟ آیا یگان خویش دارد که شهروندی روسیه را داشته باشد؟ حقوقشناس نسیم عبداللهیف بر این باور است که قرار حکومت میتواند به مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای گرفتن اجازه اقامت موقتی مساعدت کند. قبلا این اجازه به مهاجران از آسیای مرکزی برعکس شهروندان اوکراین و بلاروس به سختی داده میشد. کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه چنین اندیشه دارند که اوکراینی ها و بلاروس ها به مردم روس نزدیکترند. از سوی دیگر به باور نسیم عبداللهیف کوات اقامت زیست طریق رشوه هم خرید و فروش میشد. در قرار نو مشخص گفته شده است که باید به کدام گروه اجازه اقامت داده شود و باید این مقررات مورد رشوتستان را کم کنند. اما در هر صورت از حالا در این باره چیزی گفتن مشکل است. وقتی در سال 2010 RVP نبود، مردم بر عوض 20 30 40 هزار روبل اجازه اقامت را می خریدند و جالب این است که آنها شهروندی روسیه را می گرفتند. حالا این مبلغ بالا رفته است. من نمیدانم، حالا معلوم نیست که بعد از این قرار نو مبلغ رشوه باز هم بالا می رود یا نه. در خدمات فدرالی مهاجرت روسیه ترتیب گرفتن RVP را چنین شرح دادند.
برای جدا کردن کواتا شما درخواست میفرستید. این درخواست شما را کمیسیا بررسی میکند. RVP به مهاجران امکان میدهد که برای پتنت پول ندهند. این یکی از سندهای مهمی است برای اقامت مهاجران و بعداً به دست آوردن شهروندی روسیه. تا کجا این قرار نوی حکومت کار و زندگی مهاجران تاجیک را در این کشور آسان میکند هنوز معلوم نیست. چند روز به این طرف قیمت راهگیرا از مرکز ولایت سوغد به پایتخت تاجیکستان تقریباً 1 برابر بالا رفته است. افزایش نرخ شکایت مسافران را به بار آورد. در نوبت خود کراکش‌ها میگویند خراجات آنها نیز بیشتر شده است. شهرهای دوشنبه خوجند از مسیرهای دشوارگذر در فصل زمستان به شمار می رود و بالاروی نرخ راهگیرا نیز در پی بریدن برف زیادی روزهای اخیر به مشاهده می رسد. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. آنهایی که امروزها از ولایت سوغد به دوشنبه سفر میکنند میگویند از بالا رفتن راهگیرها نگرانند. اگر چند روز پیش آنها میتوانستند با 50 تا 80 سومانی از خوجند به دوشنبه رسند، اکنون راهگیرها از 130 تا 150 سومانی رسیده است. نرخ همه راهپولی 120 130 است. اگر بسیارتر آدم گرم سیم ریالتا 3 گرم 100 سومن. برای آخر استودنت هرچی ارزان شد با هم قطعات 70 80 این نرمال. هر بار حال خیلی میشه حاضر مثلا گیرم من 130 تا 120 150 هم سامانه های آوسو ارزان تر. مسافران این افزایش را به آغاز تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها ربط میدهند. راننده ها میگویند علاوه بر این برفباری شدید چند روز اخیر حرکت نقلیات را در شهرهای خوجند دوشنبه دشوار کرده احساس خطر شماره نقلیات را کاهش داده است. مردم اخیرش میبود پیش میشنم میگه سیمر دی زفیر نمیشنم میگه این به چی میگه من اینجا از 6 گز اگه 100 سوم میگیریم 600 سوم میره همین خیر 300 کیلومتر میره 40 لیتر گازتون چامل 160 سوم 55 سوم ترازو میتیم خودش 250 سوم برابر از خود میگه 300 کیلومتر برای که 300 سوم پول ادم ولا چی در در همین حال مسئولان ترمینال سوغد میگویند قیمتشوی راهگیرها در فصل زمستان موافق به نرخگذاری‌های وزارت نقلیات است. بنا بر فرمان وزیر نقلیات راهگیرهای 1 کیلومتر راه خوجند دوشنبه 2.5 سامانی معین شده است. برای یک نقلیات از روی این نشانداد 750 سامانی راست میآید. در فصل گرما این نرخ ارزانتر است. من 4 نفر به تقسیم شود و 187 سامانی میفرواد. برای 6 نفر 125 سامانی میفرواد. ما حسابی میانه که دید ماهای به حالی از 100 سومن تا 120 سومن معلومات پیشنهاد میکنیم برای راهگیرها یک طرف. برای سال زمستان تا 150 سومن. ولی مسافران میگویند در بعضی حالات مسافرکشانها از معیار معین کرده وزارت نقلیات نیز زیادتر پول میگیرند. به گفته آنها در همین چند روز اخیر راهگیرها از جانب خوجند تا دوشنبه به مرز 200 سامانی هم رسیده بود. مقصد ماشینایی که 180 و 200 رفتگی خالی هم اومدن. همین حساب همین رسخودی او پره اینجا گرفتن. همین این 200 سوم شده باشه میگه یک روز شده که همون روزی که یک روزی که همون روزی برف بارید دو روزی جمعه شنبه راه وازبی بود اصلا اینجا همش بنزین. مسئولان نظارت نرخ در راه‌ها میگویند راهپولی مسافران را راننده‌های بلند می‌کنند که غیر قانونی فعالیت می‌برند و از زیادشوی مسافر استفاده می‌کنند. آنها میگویند نه همه کراکش‌ها حجت لازمه کاری و اندازسپاری را دارند و نظارت پوره آنها غیر امکان است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخبار از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی 3w.azadi.org بخوانید و چون همیشه نوارهای روز رو میتوانید در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. از آن فراموش نکنید که فردا باز همه شما رو با خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشید.